دوستان عزیز و ارجمند، حاضرین گرامی، بهر بازم شاد نمودن طبع نازک هر کدام شما عزیز، ما روی صحنه حجم نگاری شناخته جمهوری تاجیکستان مقیم جان عبدالفتاحیف را دعوت میکنیم. السلام علیکم دوستان عزیز، السلام علیکم سروران تلویزیونی انا تنین. من همه شما را تبریک میکنم. انا همین برنامه‌ای که یک روز یک شخص نام دارد، این برنامه پر موفقیت هم گوییم میشود. لایحه‌ای بود که یگان تلویزیون انا همین کار رو به سامان رسانده نبود. از این خاطر من تنها گفتنی هستم که بگذار همین خیلی دوام دیند و محمود خان جوانی خودشان به نگاه نکرده، گرچنده ژورنالیستی کسبی نباشن هم اکنون میشن خدا خواهد، لیکن یک حساب کار رفته همین برنامه آماده کردن. چه خیلی که قدرت الله گفت عین عشق ورزش وای باشد پشتی آدما دویده گشته است. فقط تنها یک چی گفتنی هستم که صنعتکارا حاضر همینجا جمع شدیتون. من دیده بینیات خرسان میشم بعضیاتون، نه همه دیگه فقط یک چی خدمت به رفتگی های هم هستیان، نرفتگی های هم هستیان. من اینا گپا از چیز آغاز کردم برای آنکه دوستانی عزیز و ارجمند اگر نگاه کنیم، محمود خان وقتی که خانه من مهمان شدم، من گفتم شما خانه دار می گفتم و کس هم توی اوی کرشت نیه گفتم. من گفتم خانه تام نباشد همینجا زندگی کران گیرید نه و کس دیگه خیلی فهمیدنده و چیزه. خب صنعتکارا یک واقعه گفته میدیم، قسم حربی کماندر همه راست کرد روی اسمیرنا بین شما به صنعتکار هست میگه دوتاش دوای احمد جان صنعتکار میگوییم گفته است یک قدم مبرویم همه این سحر کی داویده میگرد مانو تو اتا کابینت جدا کریم میتیاد از سحر گیجبان کره خام میشنیم گفته است نمیاری میگه جو به داویده میگه بیا میبرویم یک قدم مونده ما صنعتکار گفتم من کماندرم بسیار ناز حاضر یک تا فورانده 140 تا پیانینو آمدگی 11 ماشینه به شما برورتون اول طرف سیف فروریتون گفته است ماندگی به جواب گفته است. صنعتکار شوید همه جون کارتون این قدر وای نمیشد. لیکن عزیزان من شوخی میکنم، البته رشدی سیاحی گفتم مثال پویز رفته ایستاده است کوپه درش میکشد که اما پرواتنیت گفتگی زنکای میدون تو موقع با این رفتم نمیستاد یک کمین داری کوپه کشده یگوت خارجی ها هیامی گفت نه نیستن تحقیق پشت است خارجی ها هیامی تحقیق همی تا آخرش رفته آخرش نیستی همی گفته پشته احمد جان پیچکه کوش هیچ کی نیست گفته است. همین خیلیش هم هایده رفیقا سال رشدی سیاحی برنامه های تنین تماشا میکنیم. من راستی گفتم همه برنامه دوست می‌داشتیم همون ادوکات اپم هیانکو رفته میستان سوالا میبیاد من کای مسکون میکنن گفته یک دنبه وای برنده هم اینا کای مسکون میکنن سانی و یا از طرفی جهتی قانونیش میگیرن. این خیلی شما اگر مسکون کنن شویتان برونه رفتنشون در کار همون به هر دوتون دیگه جو مسکون شویتان این خانه اوکاتون به ماند گفته. اینم یک برنامه عالی جناب شد. سانی یک تا راوی هستند رانا خان اخبار میبرند. راستی گپ من تماشا میکنم بی نهایت قشق واقشان آویزان منم تکر میبرم وقتی که و یا برام من میگم یا پول نو شد یا اونجا جنگ شد. لیکن عجایب من برنامه های تلویزیون تنین تماشا میکنم. از این خاطر گفتنی هستم که عزیزان دل دیدم تلویزیون در خاندان هر یکی ما و شما مهمان است. از این خاطر یکی از برنامه هایی که ما و شما دوست می‌داریم یک روز یک شخص تمامی صنعتکارای همشون نمایش داده شده. من حتی از عقبه اون طرف به گذاشتن این کس یک تا برنامه شون بود درباره زنهای کوچرو. اصلا برنامه‌ای که به من پسند اومد معقول شد باور کنید. همین من گفتنی که صنعتکارا یک طرف به ما سوار شیکا گیرن یگانتا منتیاره گیرن یگانتا یا پولی قوه برق یا بر یک روز اپشتیمون جمع کنن رفته خانه های همه با این هم یک چیزی زورده. بنابراین امروز من نوار بگرفتی استادیان من باوری کامل دارم که از گفته های من یگان شنمی بران چون که قیچی های این حال بسیار تیز است از آن تنین بعضا شد بریده میپرد دکار نیست اونجا چی کن کدیه اونجا نمیدونم منتجیست است یا نسترینش نگاه میکنن هم تمام کنن تاقیمون برده باید پتانس میمونه اگر نسترینش دو باشد همش مروت بگشته. هم به عزیزان شوخی میکنیم. از این خاطر من به همه شما آمدی کار را خواهان هستم و گفتنی هستم که روزهای نزدیک ما خدا اگر خواهد یک برنامه تلویزیونی که من لایحه‌اش رو به کارمندای تلویزیون من پیشکش میکنم آماده میسازیم و تقدیم شمایانی عزیز میگردانیم و البته هم در همکاری با تلویزیون تنین این چیزها روی کار میرند. محمود جان به یک قرصک میزنیم بگذار 30 ساله شود 300 ساله شود. محمود جان عزیز دعوت میکنیم یک قرصک های شما کتی محمود جان برید.
و وقتی که شما همون برنامه سوال و جواب میبرید دانش پژوه حاضر جای شما بیایید که ژورنالیستم دیگه وای بچه بله. همین قزیق میشد گوید همه شما میشناسد که اونجا زنکا محمود خان السلام بچه جان درست می شما نغز می بعضی کامپیوترش میشون نمیگذارن میشه همون بچه هم محمود خان تو درست می نغز می وای بچه هم حق خوب بوده میستالی که خانش زند سلامت باش یک قرصک میزنیم برای محمود جان دوستی عزیز من همین خیال تک درجت رحمت سلامت باشید